گیرمی رقمی دو ببیند پهلوانی وزن 75 کیلوگرم محسودی احمدزاد شهر دوشنبه اسحاقزاده حسین ولایت ختلان از دست اسحاقزاده حسین از دسته فدراسیای ملی کشتیگیری مملکت محسودی احمدزاد اسحاقزاده حسین در گریم رقم دو وزن 75 کیلوگرم آماده باشد. ابتدا پهلوانان جمهوری تاجیکستان در وزن جمعی 90 کیلو با هم میدانداری میکنند و مجیدوف خورشید در دور اول آزاد است و غالب همین جفت را انتظار می شود. داداخان قربانعلیف این از شهر ترسونزاده است و سهراب محمدیوف از رشت. هر دو پهلوان براسی احتیاطکارانه مبارزه برده ایستادند. داداخان از حساب قوه خیلی زیادش از تجربهش فکر میکنم نسبت به پهلوانی خیلی هم خوب پهلو بدن حرکتی اول اینجا هم مد نظر بود. داداخان خوب حریف رو پیدا کرد، امتیازی بدن به دست آورد. دیگر باره در این لحظه هایی که میبینیم باز هم چست و چالاک بودن داداخان به سن و سالش نگاه نکرده. پهلوانی 32 ساله شهر ترسونزاده خیلی هم جسارت میکند و سهراب محمدیوف هم در شهر بغداد امسال هم در اکثر مسابقه های دیدیم برای مکافات یالیش و جایزه هم مبارزه برده بود، هرچند که ناکام شد. تا جای ما میداریم در 3 مسابقه که 108 جمهوریوی بود و اکنون در بیشترین ملی حالا این دو پهلوان گران وزن تاجیک رقابت اولین خود را آغاز کردند. براسی داداخان اندکی حرکت هایش افضل ترند از حساب تجربه که دارد و این تجربه رو خوب استفاده میکند. ببینید با فاصله پهلو داداخان در فرصت های مناسب بسیار هم چابکی را ببینید بر زبان حلال اشاره شد و واقعا هم داداخان در این جریان این را ثابت کرد و پرتافتش حلال بها گذاری شد. در این دیدار داداخان پهلوان شهر ترسونزاده غلبه به دست آورد و به مرحله دوم برآمد. این اولین امتیازی داداخان بود. رقم دو دعوت کرده می شود محسودی احمدزاد